سلام، وقت بخیر. یکی از افعال پرکاربرد داشتنه، فعل داشتن. توی زبان عربی میخوام بگم من خونه دارم. انی عندی بیت. انی یعنی من، عندی دارم، بیت خونه. انا عندی بیت، من خونه دارم. این مربوط به چه زمانیه؟ زمان حاله. حالا میخوایم زمان گذشته رو بگیم. من یک چیزی داشتم، یک وسیله‌ای داشتم. زمان قبل، گذشته. انی چند عندی بیت. انی چند عندی بیت، من خونه داشتم. پس عندی شد دارم، چند عندی داشتم. زمان گذشته فعل داشتنه. چند عندی گذشته، عندی زمان حال.